بنده امیر فردین به همراه تیمم. اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا جشن تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. دوستان عزیز، امروز قصد داریم که راجع به این چهره معصومه ابتکار با نام اصلی نیلوفر ابتکار و خانواده ایشون، پسرشون که در امریکا به سر میبرن و همسر ایشون آقای هاشمی که انقدر اتفاقات و رانت و لابی دوروبر این خانواده و دلالی دوروبر این خانواده زیاده، من نمیدونم از کجا باید شروع کرد. دلالی نفت بوده، چوب بوده، نمیدونم هر آن چیزی که شما فکر بکنید در پشت پرده اتفاقات این خانواده رخ داده. نمیدونم واردات بنزین داشتن، سرقت ادبی داشته خانم معصومه ابتکار، انواع و اقسام رانت و لابی ها و شکایت های مختلف و شرکت های خصوصی که خانم معصومه ابتکار داشته با شما صحبت خواهیم کرد و اسناد و مدارک محرمانه که به دستمون رسیده رو همه اینها رو برای شما منتشر میکنیم. خانم معصومه ابتکاری که میره سال 58 سفارت امریکا رو اشغال میکنه و میگه لانه جاسوسی، اما بچهش میره تو همون امریکا درس میخونه. خانم ابتکاری که میاد به صورت نمادین پا میذاره رو پرچم امریکا، اما بچهش خیلی شیک و مجلسی الان داره امریکا درس میخونه و اشغال میکنه و خدا میدونه که پول این اشغال ها رو هم از کجا آورده. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. از این خانم و همسر این خانم اگه خوشتون نمیاد ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید که ما هر روز چهره کثیف و لابیگونه این افراد رو میکنیم بی‌تعارف و هیچ خط قرمزی در برنامه پشت پرده وجود نداره. خب آغاز میکنیم پشت پرده های پنهان لابیگونه خانواده نیلوفر ابتکاری، همون معصومه ابتکار رو که به سیستم مریم معروف هستش. سیستم مریم به خاطر اینکه تو جریان اشغال سفارت امریکا که رفتن خیلی خودسر و خودجوش سفارت رو گرفتن و گفتن آی بگیر ببند، لانه جاسوسی اونجا رو گرفتن تو 13 آبان 58 که تو همون تاریخ 13 آبان 58 هم همین خانمی که اینجا میبینید و اینجا عکسشون هست، عکس قدیمی، خودشون هم ببینن تعجب میکنن، اومد با آقای سید محمد هاشمی تو سال 57 اونجا آشنا شد و خلاصه دیگه اینا چهره ایشون هم میبینید که ایشون خودشون اطلاعاتی بودند و تا سال 1369 کارهای اطلاعاتی انجام میدن. بعد دیدن اطلاعات فایده نداره، رفتن تو کار اقتصاد و از سیستم‌های دولتی خارج شدن که حالا امروز یه چند تا از اون اسناد و مدارک رو به شما نشون میدیم. اما قبل از هر چیزی شاید خیلی از شما این داستان سفارت امریکا رو ندونید. یه فیلم اون زمان اومد بیرون، چون خانم ابتکار زبان انگلیسیش هم خوب بود و 6 سال در امریکا زندگی کرده بود، شد سخنگوی گروگانگیرهایی که بیش از 1 سال گروگان گرفته شده بودن و میگفتن که اینها یا تفکرات اینها جاسوسه. بریم مثل صحبتی که کرده رو ببینید. جالبه که اینها رو وقتی کنار هم بذاریم آدم دوست داره اصلا بزنه شیشه مانیتور رو خورد بکنه. گوش بدید. آنجاش بالا نوشته آمریکا یک قدرت امپریالیستیه و یکی از خصوصیت‌های امپریالیست اینه که اگه امریکا قدرت امپریالیستیه، خب شما چرا بچه‌تو فرستادی بره امریکا درس بخونه؟ الان سوال اینجاست. برای درس خوندن و خوشگذرونی و اینا امپریالیست نیست. می‌بینید اینجا بچه‌شون هم. خب ولی خب برای بقیه کارا برای مردم امپریالیسته. خب of an imperialist power. در یک کشور دیگر همه جا جاسوس و شبکه‌های جاسوسی داشته باشن. خب To plant spy dens and spy networks all over a country to control all its major. بتونن تمام سیستم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رو کنترل کنن. اما داستان این هستش که چرا اینا همش فقط برای مردم عادیه. شما چرا بچه‌تو فرستادی توی کشوری که پر از جاسوسه تو کشورهای دیگه درس بخونه؟ بریم جلوتر. اینجا هم قشنگ خودش شیک و مجلسی میاد توضیح میده که بچه‌م امریکاه دیگه. گوش بدید. آمریکان آره خب رفتی درس بخونه، ادامه تحصیل بده دیگه، بالاخره حق انتخاب دارن بچه‌ها. حق انتخاب دارن بچه‌ها. شما به حق انتخاب کی رفتی سفارت رو گرفتی؟ با کدوم نظرسنجی؟ با کدوم تفکر؟ حالا رسید به بچه‌ت شد حق انتخاب؟ تا فوق لیسانسشون رو اینجا بودن، خودش و همسرش، و کارم کردن یه دوره. بعد رشته‌ای که می‌خواستن رو خیلی
دنبال کردن، متاسفانه پیدا نکردن و تو ایران هم امکانش نداشتن. تو ایران هم امکانش نداشتن. چرا؟ شمایی که 40 سال قدرت رو گرفتید و 40 سال جزء مقامات ارشد بودید در کشور، چرا شما سیستم‌های آموزشی رو در ایران تقویت نکردی که بابا به بچه خودت رحم می‌کردی، که بچه خودت و امثال بچه خودت بتونن درس بخونن؟ حالا میرسیم دیگه. نگاه کن شما چجور، من موندم چجور دولت امریکا به بچه ایشون ویزا داده. الان هم مشکوکه، ایشون پا میذاره رو پرچم امریکا، بعد راحت به بچه‌ش هم ویزا میدن. خب خودشون می‌خواست یه تجربه داشته باشن و برن برای ادامه تحصیل دیگه. به هر حال انتخاب فکر می‌کنم افراد مبتنی بر بالاخره تشخیص خودشون، لزوما تابع پدر مادرشون نیستن دیگه. اون الان 30 سالشه و دیگه انتخاب اشخاص مبتنی بر تفکر. اصلا آدم اینا رو میشنوه نمیدونه چی بگه. آدم یاد این گشت ارشادا میافته تو ایران، امر نهی و نمیدونم ستاد امر نهی و معروف این چیزا چرت و پرتا. خب امر نهی و معروف و منکر از این چرت و پرتا که انقدر اسمشون هم من بدم میاد، اصلا دوست ندارم بگم و اصلا سعی میکنم اینا چرت و پرت بگم. خب ببینید، میگن که باید هر کسی حق انتخاب داشته باشه. خب میان اون کسایی که تو خیابون حجاب ندارن و میگیرن میزنن میترکونن چپ و راست میکنن، اما این خانم معصومه انتقا خودش میره خیلی شیک و مجلسی دست میده با رئیس سازمان محیط زیست امریکا. ببینید تو تلویزیون هم قشنگ پخش میکنه اینجا. آره دیگه، این دست دادن و اینا فقط برای مردم عادیه، یعنی اگر بقیه باشه اسلام به خطر میفته، ولی خب برای خودشون که باشه نه دیگه. این کار دیپلماتیک و اینا. یه ورزشکار که میره خارج از کشور میخواد مدال بگیره، میزنن چپ و راستش میکنن، میگن آقا نری دست بدی با اون کسی که بهت مدال میده. یا جای دور نریم، همین داور خودمون آقای فغانی رفته بود بغل کرده بود فلان داور رو توی جام جهانی که گذشت، زدن چند روز ممنوع تصویرش کردن. ولی اینجا خانم ابتکار قشنگ شیک و مجلسی دست میده، تو تلویزیون هم پخشش میکنن، کسی هم کاریش نداره. بیاد پیش ما یکم امر به معروف و نهی از منکرش بکنیم اگر دوست داره، امر نهیش کنیم اصطلاحاً. خب این میشه از ماجرای اینکه اومدن زفتن سفارت رو گرفتن و خیلی هم خب مجلسی من میگه که مردم حق انتخاب دارن و حق انتخابی دارن. خب میرسیم به آقا پسرشون، ایشون عیسی هاشمی هستن که خیلی از دوستان شاید ایشون رو بشناسن. بعد نیست من یک رزومه کوچولو راجع به آقا پسر ایشون بدم که ایشون خانم آقای عیسی هاشمی متولد 1361 تو مدرسه راهنمایی صالحین و در دبیرستان فیض تهران درس خونده و تو همون سالها در برج‌های صاحب قرانیه تهران که جزء برج‌های گرون قیمت تهران هم هستن زندگی می‌کرده که افراد زیادی همچون مهدی چمران و مظفر و غیره توی اون برج‌ها زندگی می‌کنن. و شاید هم براتون جالب باشه که همسر خانم نیلوفر ابتکار رابطه نزدیکی با هاشمی رفسنجانی داشته و به نوعی رابطه فامیلی هم با هم دیگه دارن، ولی خب همیشه این قضیه رو هم کتمان میکنه. ولی خب قدرت گرفتن خانم ابتکار تو دولت اصلاحات خب نشون میده که رابطه فامیلی داشتن با رفسنجانی هم همچین بد نیست و میتونه ایشون قدرت رو بگیره. اون قضیه سفارت امریکا و اون اتفاقات عجیب و غریب هم خب بی تاثیر نبوده که تصویرشون رو هم میبینیم. اما یک خبر جالبی رو خبرگزاری نسیم زد و تیتر جالبی هم انتخاب کرده بود که طمع نفتی آقا زاده خانم ابتکار سرمایه گذاران رو مالباخته کرد. اومده یه سری سند رو هم منتشر کرده و گفته که ماجرا از اونجای آغاز شد که طاها هاشمی پسر ابتکار با طرح دوستی، البته طاها رو گفته، حالا عیسی بوده یا طاها من نمیدونم، خب یکی از پسراشون به هر حال اتفاق افتاده که این افراد تحت عنوان یک هلدینگ فعالیت اقتصادی انجام میدن. پسر ابتکار پیشنهاد سرمایه گذاری به اونها میده و به این ترتیب 20 نفر از اونها رو به تبع اونها خانوادهشون رو وارد پروژه میکنه، بعد گواهی ثبت اختراع نشون میده، بعد میان یه شرکتی رو میزنن به اسم شرکت فرایند ابتکار امین که توی قزوین بوده، هلوش 3 تا 6 میلیارد تومان برآورد هزینه بوده اما 7 میلیارد تومان جمع میشه. اما به محض اینکه برجام امضا میشه و متوجه میشن که آره قراره یه سری شرکت ها بیان داخل ایران سرمایه گذاری بکنن، ایشون میاد سر بقیه شرکاش رو کلا میذاره و میگه که آقا باید سهامتون رو بفروشید. نمیفروشن، به همراه همسرش هم این کار رو انجام میده، یعنی همسر خانم ابتکار که میشه پدر طاها هاشمی.
بعد مردم میرن شکایت میکنند، شکایت ها منتشر میشه در رسانه ها، اما خیلی شیک و مجلسی میان تو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در خصوص بازداشت پسرش. اینا میاد میگه که حتی مدیر کل حراست سازمان حفاظت از محیط زیست که اون زمان خانم ابتکار هم رئیس سازمان محیط زیست بود، میاد میگه که نه همچین چیزی نیست، کذب محض، این اتفاق نیفتاده و اونا دارن دروغ میگن. من نمیدونم اگه اونا دارن دروغ میگن پس این برگاه و اسنادی که به بیرون منتشر شده داستانش چی هستش. البته این داستان رانت و لابی های خانواده هاشمی که میشن همسر خانم ابتکار اصلا از گذشته بوده. به عنوان مثال این چهره رو اگر شما ببینید، این آقای موسوی نژاد هستن که ایشون عضو کمیسیون انرژی مجلس بودن و از پشت پرده های رانت بنزین صحبت میکنن که میگن که آقای هاشمی بنزین رو میخریده و وارد کشور میکرده و اگه یادتون باشه روحانی میگفت کاسب های تحریم. یکی از کاسب های تحریم همین آقای هاشمی بودن که با رانت و لابی همسرشون ورداشتن بنزین رو وارد کشور کردن که این صحبت رو هم این آقا کرده، من نکردم. حجت الاسلام مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته این صحبت ها رو. این خبر رو اگه ببینید گفته که در هفته گذشته سال 93 وقتی آقای موسوی نژاد پشت پرده واردات بنزین رو منتشر کرد و گفت که همسر سرکار خانم ابتکار در این رانت بنزین دست دارد و معلوم شد که تمام جنگجال‌های آلودگی سوخت مناسب دیدیم نیست و مناسب دیدیم که اسناد اون رو برای روشن شدن بهتر پشت پرده داستان بگیم. این خانم ابتکار که اون رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود اومد گفت آقا این سوختو داره آلوده میکنه، ما باید سوخت وارد کشور بکنیم، سوخت اگر وارد کشور بشه کشور تمیز میشه. از این صحبت تو نگو که ایشون شوهرشو رفته بشه امتیازی داده، یه رانتی داده، گفته تو بنزین وارد کن، منم از این فشار میارم که بگن بنزین آلوده است که ما بتونیم بنزین وارد کشور بکنیم و خیلی شیک و مجلسی بنزین وارد میکنه. البته آگهی شرکت این همسر خانم ابتکار اینجا زده شده که میبینید ثبت شرکتش رو، من اینجا بزرگ شدهش رو دارم که از سال 69. اگه یادتون باشه گفتم که سال 69 آقای هاشمی از وزارت اطلاعات اومد بیرون، همسر خانم ابتکار، و شروع کرد رفت تو کار اقتصادی دیگه. بعد جالبه که تو سال 72 هم به دلیل شفاف نبودن مسائل مالیشون از سازمان همیاری شهرداری تهران اخطاریه دریافت میکنه که از سمت استانداری بوده، به سمت استانداری داده بودن که گفتن که سابق آقای مهدی هاشمی رئیس هیئت مدیره آریان شید اگر اشتباه نکنم قراردادهای مالی مختلفی داشته اما شفافیت مالی نداشته و جالبه که شوهر ایشون هم از قضا از سال 72 پرونده داشته توی سازمان‌های مختلف. اما این خانم معصومه ابتکار خودش هم دستگل کم به آب نداده و یکی از بزرگترین دستگل‌های ایشون سرقت ادبی ایشون بوده که یکی از روزنامه‌های خارجی این مقاله ها رو کنار هم گذاشته. این مقاله خانم معصومه ابتکار هستش و این هم مقاله شخصی به اسم دیوید هستش که اومدن سال 2006 مقاله خانم ابتکار چاپ شده، اما مقاله قبلی که بوده سال 2005 بوده و اعلام شده که این کلماتی که آبی رنگه یعنی کپی شده از کلمه به کلمه و گفته که بیش از 85% از مقاله‌ای که خانم ابتکار نوشته شده در یک از روزنامه‌ها هم این قضیه چاپ شده بود سرقت ادبی و کپی پیست بوده اصطلاح خودمون و گفته که مقاله منتشر شده توسط مارک ریدل بوده که به همراه دیوید دیارس سانچز تحت عنوان بیولوژی های این مقاله مد نظر من هست بیولوژی های تاثیرات اگزوز دیزل بر عملکرد تنفسی بوده که در فوریه 2005 در مجله آلرژی سیلین امریکا به چاپ رسیده بود. بعد عیناً تو تاریخ اینجا نوشته شده دیگه اول فکر میکنم ژوئن 2006 این مقاله به اسم خانم ابتکار چاپ شده که تحت عنوان تنگی نفس ناشی از آلودگی هوا و تاثیرات در الگوهای محیط زیستی هستش که در مجله ایرانی آلرژی به چاپ رسیده. ببینید این کلمات مشابه هستن که چند تا از روزنامه ها هم این قضیه رو پوشش داده بودن تو سالهای مختلف و از طریق یکی از نرم افزارها تونسته بودن این قضیه رو کشف بکنن و خانم ابتکار هم خودش خیلی شیک و مجلسی کم سوتی نداده و امثال این آدمی که مقالات کپی پیست میکنن خیلی راحت میان
مدرک میگیرن و میان توی کشور مسئول میشن و ما اون نابسامانی های اقتصادی و سیاسی و مدنی و همه چیز رو میبینیم دیگه. و گفتیم دیگه این خانم امثال این خانم میان میگن مرگ بر امریکا، بچه‌هاشون سر از انگلیس و امریکا و نمیدونم آلمان و کشورهای مختلف در میارن. امثال این آدم زیاد، اما در برنامه‌های دیگه، برنامه پشت پرده، به هویت و اتفاقات پشت پرده اشاره خواهیم کرد و حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو دنبال بکنید، ویدیوها رو به اشتراک بذارید و ویدیو رو لایک بکنید. مرسی.